حالا شده اول سال یه خواسته داشته باشید، مثل اینکه پولدار بشید یا زبان جدید یاد بگیرید و وقتی که یه سال میگذره شما متوجه میشید که اصلا هیچ کاری انجام ندادید. این ویدیو واسه شما، چون قراره که امروز یه روشی رو بهتون یاد بدم که خیلی از آیدولای کیپاپ مثل جنی، لارا، نیک نیک، جیزل و ویرنینگ انجامشون میدن و الان که میبینید خیلی موفقن و به هدفشون رسیدن. این ویدیو واسه شماست، قربونتون برم. حالا از این جمله استفاده نکرده بودم. I don't have self-doubt. That's how I got here. Manifest. Guys, I really manifest that. Energy is real. درود، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره که شما رو با یه روشی به اسم منفست یا منفستیشن، نمیدونم کدومشون رو بهتون بگم، این باعث میشه که شما اعتماد به نفستون بره بالاتر، انگیزه بیشتری داشته باشید، هدفتون رو درست مشخص کنید و یه نتیجه مطلوب میگم بچه‌ها، یه نتیجه خوب از اون خواسته که اول بار داشتید بهش برسید. منفستیشن به معنی اینه که شما یه خواسته یا یه هدفی دارید، واسش تلاش میکنید، تلاش و کوشش انجام میدید و در آخر بهش میرسید. به این میگن منفستیشن. حالا قراره که بهتون بگم چطور باید این کار انجام بدید. یه روش هست به اسم WOOP که این مخفف چند تا کلمه است که نشون میده که منفست اصلا چطور کار میکنه. اول از همه Wشه که به معنی اون خواسته یا اون هدف یا اون آرزویی که شما دارید. O دومی به معنی اون تصوریه که شما از نتیجه اون آرزوتون دارید و اون کارهایی که باید کنید و تصور میکنید. سوم از همه موانع یعنی اینکه شما توی این راهی که قراره برید و این هدفی که دارید و موانعش هم ببینید و ببینید که چه موانعی داره، چه محدودیت هایی داره، چه مشکلاتی داره و تمام اینا رو باید دونه به دونه بشینید و ببینید و بخونید. نمیدونم باید چی کار کنید بچه، به هر حال باید یه کاریش کنید این موانع و در آخر P که معنی پلنه که باید برنامه‌ریزی کنید واسش. بعد از اینکه تصور کردید و موانع رو دیدید، یه برنامه‌ریزی درست و خوشگل می‌کنید که به اون هدفتون برسید. خب بچه‌ها، حالا من چطور منفست انجام میدم؟ من اول هفته نشستم و هدف‌هامو نوشتم. هر روز زبان انگلیسی خوندن و نوشتن رو تمرین کردن. برای چی؟ برای اینکه بتونم درست و روان صحبت کنم راجع به موضوعات مختلف. دومیش هر روز ورزش کردن و رژیم داشتن برای بدن سالم. سومی توی چینی پیشرفت کنم و لهجه خوبی داشته باشم و درست بتونم خودم رو معرفی کنم و در آخر کمتر معتاد فضای مجازی باشم. حالا من اومدم چیکار کردم؟ اینا رو نوشتم ولی اینطوری بودم که خب چیکار کنم الان؟ باید چه کاری انجام بدم که به این هدف رو برسم؟ اومدم واسه هر کدوماشون اون کارهایی که نیاز بود بنویسم و نوشتم جلوشون و تا آخر هفته قراره که من هر روز این کار رو انجام بدم. مثلا برای زبان انگلیسی من کتاب انگلیسی بخونم و اگه یه اشیایی دیدم راجبش شروع کنم حرف زدن، حالا واسه یه نفر یا توی آینه فرقی نداره. در آخر کمتر معتاد فضای مجازی باشم که اومدم نوشتم که بدون گوشی غذا بخورم، داخل دستشویی گوشی نبرم. آره دیگه همینا. و وقتی که شما میاد این کارهایی که در روز باید انجام بدید تا به اون هدفتون نزدیکتر بشید و مینویسید، میفهمید که اوکی خب من الان میدونم که باید چی کار کنم. و بعد از اینکه من این کار میکنم دستام میذارم روی همدیگه اینطوری، عود روشن میکنم. حالا اگه عود ندارید مشکلی نیست و چشام میبندم و تصور میکنم. اول از همه اون نتیجه رو تصور میکنم، نتیجه این که بس این همه خوندن درس چینی بالاخره تونستم که چینی خودم رو
معرفی کنم، صحبت کنم و یه مکالمه روزانه داشته باشم و تصور میکنم که تا هفته آینده من دیگه اونقدر معتاد گوشی نیستم. بدون گوشی غذا میخورم، بدون گوشی میرم دستشویی، و تایم اسکرین گوشیم فقط 3 ساعته یا 2 ساعته کلن، اونم واسه ادیت و اینجور چیزا. حالا وقتی که اون نتیجه رو من تصور کردم، میام اون کارهایی که توی این یه هفته باید انجام بدم رو تصور میکنم. مثلا تصور میکنم که نشستم دارم چینی میخورم، دارم با یه نفر مکالمه انگلیسی دارم غذای سالم میخورم و این تصور کردن باعث میشه که شما انگیزتون بیشتر باشه واسه رسیدن به اون هدف و دلتون بخواد که بیشتر به اون هدفتون برسید. و در آخر من میام چیکار میکنم؟ میام داخل آینه بهم میگم که من واقعا بهترینم، من میتونم به تمام هدفم برسم. جملات مثبت به خودم میدم داخل آینه و خودم بغل میکنم، بوس میکنم و میگیرم میخوابم. بچه این جملات مثبت خیلی 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 به اعتماد به نفس شما کمک میکنه. چرا؟ چون که شما وقتی این حرفا رو به خودتون میزنید و چند بار تکرارش میکنید واقعا واسهتون اتفاق میفته و فکر میکنید که واقعا آدم باهوش و جذاب و خوشگلی هستید و خیلی دارید تلاش میکنید قوی هست و اینا. و بعدش مثلا اگه کسی بخواد به شما باور نداشته باشه، بگی که نه تو به اندازه کافی باهوش نیستی، تو به اندازه کافی خوشگل نیستی واسه این کار، شما اینطورید که چی داری میگی بنده خدا، من خودم به خودم باور دارم. و آره، و این طوریه که من منفست انجام میدم. میخوام چند تا چیز قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنم بهتون بگم. شما نمیتونید تصور کنید اون نتیجه رو تصور کنید و هیچ کاری واسش نکنید. شما باید هر روز بلند شید، اون کارهایی که میخواید رو انجام بدید، به اون هدفتون پایبند باشید، اون خواستتون رو از ته دلتون بخواید و واقعا 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 واسش تلاش کنید و در آخر بهش میرسید. امیدوارم که بچه‌ها از این روش استفاده کنید و به تمام هدفهای خوشگلتون برسید. یادتون باشه که اعتماد به نفس هیچ ربطی به ظاهر شما نداره. شما میتونید بهترین ظاهر داشته باشید یا بدترین ظاهر رو داشته باشید که از نظرم وجود نداره، ولی اعتماد به نفستون رو داشته باشید. پس اعتماد به نفس داشته باشید، گوگل مگولی بمونید، باهوش بمونید. خدافظ. بیت بوست کنم. مثل دفعه پیش یادم رفت که بوستون کنم و خیلی ناراحت شدم. احساس میکنم شما هم ناراحت شدید که بوستون نکردم. بچه واقعا داخل دستشویی گوشی نبرید، چون که یه آقای چینیه با گوشیش رفته بود داخل دستشویی، بعد نیم ساعت فشار آورده بود به خودش و در آخر دل و رودش اومد بیرون. به خدا دارم راست میگم بچه.